آرش 10 صفحه دفترش را نوشته پر کرد که این از 6-5 حصه دفتر است. دفتر چند صفحه دارد؟ یعنی سوال مشکل نیست. سوال رو یک چه می شود شکلش همه تصور کنیم. یعنی دفتر ما از 6 حصه عبارت است. حصه رو چه نشان دهم؟ بگذار نشان دهم. حصه از 6 حصه: یک حصه، دو حصه، سه حصه، 4، 5 و 6. 6 حصه داریم و 5 حصه آن به اگر خیلی 5 حصه آن به چند برابر است؟ دفتر رو پر کرده باشد به 10 صفحه برابر است. به 10 صفحه برابر می باشد. و از اینجا من گفته میتونم که هر یک حصه که 5 حصه 10 صفحه باشد 2 حصگی می شود. اینا 2 برابر می شود. و از اینجا می بیاید که آخر اون هم 2 صفحه باشد. دفتر من همگی 12 صفحه دارد. 12 صفحه دارد. برای این نمود سوال کار کردن بسیارتر تصور کنید، شکل کشیدن حرکت کنید و از روی داده شده به سوال جواب دادن حرکت کنید.